کدومو ترجیح میدید داداش؟ سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من تاج تگ هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز و تو این ویدیو قراره که با هم چالش کدوم رو ترجیح میدیم بریم و یه سری سوالات تو گوگل پیدا کردم. اینو ترجیح میدید مثلا 10 میلیارد پول ترجیح میدی یا 9 میلیارد؟ پس بدون معطل سریع بریم سراغ ویدیو. خب اولین سوالمون، ترجیح میدی صدای خنده یه نوزاد رو بشنوی یا خورخور کردن یه گربه رو؟ خب ببین، صدای نوزاد رو مخ خیلی، مخصوصا بچه فامیل نوزاد باشه. ای خدا بزن خورخور کردن گربه رو مخصوصا. شما حتما تو کامنت ها بنویسید سوال اول دوم اینه جوابش. حتما بنویسید، دوست دارم بخونم، خیلی باحاله. بویدن گل روز رو ترجیح میدی یا تماشا کردن غروب رو؟ تماشا کردن غروب رو. آره. شکلات ترجیح میدی یا کارامل؟ معلومه شکلات. من شکلات رو خیلی دوست دارم. اونایی که طرفدار شکلات حتما تو کامنت ها بنویسید. و بریم بعدی. ترجیح میدید نامری باشی یا بتونی ذهن دیگران را بخونی؟ خب ببین، من نامرئی بودن رو ترجیح میدم. برای چی؟ چون که بالاخره اونا آدمای منحرف بالاخره همون دختر و اصلا اینا همه جزش میشه. ترجیح میدی شعبده بازی بلد باشی یا حقوقای جادویی؟ دلم میخواد حقوقای جادویی، خدا وکیلی خیلی باحاله. ترجیح میدی به مدت 1 سال هر روز غذای مورد علاقت رو بخوری؟ من اینو قبلا بچگی بودم خیلی تصور میکردم، دوست داشتم، ولی الان به مدت 1 سال اصلا اونو نخوری. به مدت 1 سال اصلا اونو نخورم، چون غذای مورد علاقه رو بخوام هر روز بخورم زدی میشین دیگه، کلا نمیخورم. ترجیح میدم 1 سال نخورم که اشتهام باشه برای بعد 1 سال خوردن. بریم بعدی. ترجیح میدی با مزه ترین آدم جمع باشی یا خوش قیافه ترین؟ ببین خب بستگی داره به جمعش. اگه تو جمعش پسر باشه خوشمزه ترین، ولی دختر باشه معلومه قیافه، فقط قیافه، فقط. البته جمعش هم فرق داره، بالاخره مهمونی و دختر و بچه و بالاخره. ترجیح میدی همه ارزهای دنیا رو بشناسی یا همه پایتخت‌های دنیا رو؟ خب ببین، همه پایتخت‌های دنیا رو از نظر من، نظر شما نمیدونم، از نظر من به نظر همه پایتخت‌های دنیا رو بشناسی بهتره. تو مثلا سفر بخوای کنی میتونی مثلا بشناسی که اینجا خیلی خوبه بریم اینجا، اونجا خیلی خوبه بریم اونجا، دستشویی مستراح بریم و بعد دیگه نه همه باید چیز داره. ترجیح میدی سگ داشته باشه و گربه؟ بچه‌ها من عاشق سگ و گربه‌ام، هر دوتاشو، اصلا فرقی نمیکنه، عاشق سگ و گربه‌ام. پس ترجیح میدم اگه بخوام بینشون انتخاب کنم ترجیح میدم که هر دوتاشون رو داشته باشم. بریم بعدی. ترجیح میدی تا 1 سال از اینستاگرام محروم باشی یا هیچ کتابی نخونی؟ خب معلومه هیچ کتابی نخونم، چون اینستاگرام بالاخره میشه توش ایده‌های یوتیوب در آورد، میشه توش ایده ویدیو در آورد، بالاخره اینا همه هست. ترجیح میدی 50 میلیون خرج کنی تا 50 میلیون پس انداز کنی؟ خب ببینید، از نظر اقتصادی بخوایم فکر کنیم، از نظر لاشی بودن که معلومه 50 میلیون خرج کنی، از نظر اقتصادی که جمع کنی به یک کاری فکر کنی و توش موفق بشی، به نظر من پس انداز کنی. ترجیح میدی بتونی آواز بخونی یا نقاشی بکشی؟ بالاخره تاها رو نمیشناسی شما. تاهای ما رکورد شادمر رو تو آهنگاش زد و رکوردش رو زد و بهترین خواننده جهان شد. شما من نمیشناسید ولی من خودم خوب میشناسم. چه روزهای خوبی بود. ترجیح میدی توی خونه کار کنی یا توی شرکت؟ خب ببین، بستگی به درآمدش داره. اینا همه بستگی داره به درآمدش. اگه درآمدش تو شرکت یا خونه خوب باشه، هر کدوم که خوبه به جون میخرم و میرم کار میکنم. ترجیح میدی در جهان به صلح برسی یا نهایت ثروت داشته باشی؟ صلح برسیم، چون ببین صلح باشه درآمد هست، عشق و عاشقی هست. بالاخره من که اسلام و پاکم، بالاخره من خیلی پاکم، خیلی اصلا پاک مظلوم. ای خدا مظلوم واقع شدیم. بالاخره مرسی که در جای ویدیو ما همراه بودی. اگه خوشتون من لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله بغل سابسکرایبم بزنید تا من انرژی بگیرم و بیشتر ویدیوهای چالشی رو براتون آپلود کنم.
دمتون گرم. سابسکرایب بازم میگم یادتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی برید و بیاین.